اینجا مقامات دولتی در مراسم جنازه ابو مسلم دولتوی 44 ساله شرکت کردند. سیل شب 1 می دیوار را برای او گردان. دختر ابو مسلم دولتوف در این حادثه سخت مجروح شده در بیمارستان بستری است و وضعش خوب نیست. سیل و آبخیزی اول می در بسیاری از مناطق تاجیکستان بیدادی کرد. الحال از تلفات جانی تنها در کلاب خبر پخش شد. 3 نفر جان باخته، 3 نفر دیگر مجروح شدند. آن شب ضربه آب این خانه را در گذر کاروانگذر به تمام ویران کرد. باشندگانش تنها توانستند کودکان خود را گرفته فرار کنند. اکنون آمدند تا وضعیت را ببینند. تومی بچم روی کاغیر قطی گواره پواره دم تری بردونا گواره گولا کای برنج کرده. گوار سوم خونه میکاگی مسیل بود. ندارم شرایط ندارم بچه‌م محکم ندارم شرایط. مقامات نیروهای زیادی را در کلاب بر رفع پیامدهای آفت سفربر کردند. هیئت‌ها خانه به خانه می‌کردند. خانه منظوره کوچه را و از سیل شبانگاه سخت آسیب دیده است. او میگوید به کمک نیاز دارد. خواهم یه خانه کردم همین برم چی ده یه خانه کردم نه یه هفته شد که گذشتم با این ساختمون ما سر کم همین اردم دادن همسایه‌ای خشت اورم همین سنگ چی کردم خریدم خاطر چی نباشه بیم پیم نه ما بود همین کاری کم کم گولاکمون برآورده معتمد است باشم من خواهرم با ملت‌های بدوانی هم کسب مدام قاقیم که خانه با بالا ملت‌چپش گواره پر ماشین که همه چیز دم روی اولی چی سیل شبانگاهی ده‌ها خانواده را فرار کرد. این بار اول نیست که ساکنان محله کاروانگذر کلاب از سیل آسیب می‌بینند. سال 2021 آب رودخانه دیوانسای بلند شده خانه های ساکنان را خراب کرده بود. سیلاب اول ماه می باز این رودخانه را پر از سنگ و شغل کرده است. مقامات دولتی در پی معین کردن حجم آسیب اند. الحال در این باره عدد اعلان نشده است.